آیا ممکنه پشت لبخند یه آدم دردهایی باشه که برای همیشه نگفته بمونه؟ آزاده نامداری برای خیلیا فقط یه مجری تلویزیون بود، اما داستان زندگیش یه تراژدی واقعیه. قصه آزاده نامداری قصه سقوط نیست، قصه قضاوت شدنه. قراره با هم لایه‌های این ماجرا رو باز کنیم. اونی که یه روز با چادر مشکی جلوی دوربین ظاهر میشد، یه روز دیگه تو شبکه‌های اجتماعی با حجاب متفاوت دیده میشد. اونی که یه بار با لبخند گفت زندگی خیلی قشنگه و عمر اندک و فرصت خاموشی بسیار، تلخ از سکوت. چند سال بعد با سکوتی عجیب از این دنیا رفت. ظهور یه ستاره متفاوت در سال 83 یه دختر جوون و با اعتماد به نفس بالا بود که 19 سال بیشتر سن نداشت و وارد تلویزیون شد. او با اجراهای صمیمی و خوش برخورد بودنش تونست فضای رسمی خشک تلویزیون رو عوض کنه و برنامه‌هایی مثل جمع ما، ورزش و مردم و مدتی بعد خانومی که شما باشید تبدیل به سکوی پرتابش شد. لبخند جلوی دوربین آزاده که خیلی‌ها نمی‌دونستن پشت دوربین چی بهش میگذره. آزاده نامداری تو مصاحبه‌ای گفته بود که بهش فشار زیادی وارد میشه برای این سبک از اجراهاش. بعضیا بهش میگفتن زیادی خودمونی هستی، بعضیا ایراد از حجابش میگرفتن و بعضی میگفتن چرا انقدر محجوبی. اولین باری که ممنوع تصویر شد دلیل خاصی رو عنوان نکردن و گفتن به خاطر اختلاف سلیقه مدیران بوده و همونجا بود که آزاده فهمید شهرت گل و بلبل و شیرینی نیست. دوستان اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و بریم ادامه ویدیو. ازدواج آزاده با فرزاد حسنی تعجب همه رو برانگیخت. وقتی اونها ازدواجشون رو علنی و رسانه‌ای کردن، همه تعجب کردن که فرزاد حسنی یه مجری تند و جدیه و آزاده یه چهره آروم و سنتی. چجوری میشه که این دو با این همه تفاوت فاحش بتونن کنار هم بمونن؟ اما خیلی زود مشخص شد که پشت این ازدواج پر از تنش و اختلافه. شایعه‌ها زیاد شد و حرف و حدیثا بالا گرفت تا اینکه آزاده خودش سکوتش رو شکست و با یه پست اینستاگرامی پر از کنایه گفت که هر کسی پشت درهای بسته یه قصه داره، منم همینطور. و همین جوری طلاقش رو رسانه‌ای کرد و 1 سال بعد از ازدواج با فرزاد حسنی از یکدیگر جدا شدن. بعد از اون هم خیلی‌ها گفتن فرزاد حسنی بهش خشونت فیزیکی وارد می‌کرده که هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشد و طلاقش شروع حمله کاربران فضای مجازی شد. و اما چیزی که واضح بود آزاده دیگه اون آدم سابق نبود. اون دیگه یه آدم با لحن تند و عصبی شده بود که تو استوری‌هاش کاملا واضح بود. حتی تو مصاحبه‌هاش پر از کنایه بود به آدم‌هایی که بهش پشت کردن و کم کم شروع به جنگیدن با خودش و جامعه کرد. آزاده بعد از مدتی سکوت برگشت، اما نه به عنوان یه مجری بلکه به عنوان یه مادر. تصاویر جدید آزاده با دختر کوچیکش گندم دل خیلی ها رو نرم کرد و دیگه خبری از لحن تند آزاده نبود. او آرامتر شده بود و منطقی تر صحبت میکرد. بعد از جدایی از فرزاد حسنی با سجاد عبادی ازدواج کرده بود، اما حس میشد که تو چشمهای آزاده یه چیزی هنوز تغییر نکرده. انگار هنوز زخم‌های عمیق و قدیمی بسته نشدن. آزاده هر بار که پست میذاشت عده‌ای حمایتش میکردن و عده‌ای مورد تمسخر قرارش میدادن، اما آزاده تلاش میکرد که دیده بشه و بمونه. انگار فایده‌ای نداشت. ضربه نهایی رو عکس‌های جنجالیش تو سوئیس زد. تصاویر آزاده در سوئیس منتشر شد که بی حجابه و در حال نوشیدنه. این یه تناقض بزرگ بود با تصاویری که سالها ازش توی صدا و سیما دیده بودیم. فضای مجازی و رسانه‌ها منفجر شد. هزاران توییت و استوری پر از قضاوت و فحاشی. عده‌ای گفتن تو ریاکاری و برخی گفتن مردم رو فریب دادی. اما شاید آزاده سالها مجبور بود نقشی رو بازی کنه که بهش تعلق نداشت و مجبور بوده که توی اون سبک جلوی دوربین بیاد. حالا آزاده اومده بود برای دفاع از خودش و میگفت این یه سفر شخصیه و هر کسی تو سفر شخصیش آزاده. و در آخر معلوم نشد که چه کسی اقدام به فیلمبرداری و عکاسی کرده بود تا با آبرویش بازی کنه. آزاده یه توییت زد که حسابی معروف شده بود. تو اون توییت نوشته بود کاش میشد آدم بودن
سخت ترین قضاوت باشه. و از اون به بعد استوری هاش کم و پست هاش آروم تر شد. ولی همچنان لحنی غمگین رو داشت و پر از حرف های نگفته بود و مخاطبین همچنان در حال حمله و فضای مجازی هم که با روح و روانت بازی میکنه و اون رو میبلعه. و اما در نوروز 1400 خبری شوکه کننده رسید که مثل بمب صدا کرد. مرگی عجیب. آزاده نامداری درگذشت. آزاده در آپارتمانش تنها بود و کسی کنارش نبود. او تنها 36 سال داشت و علت رسمی آن خودکشی با قرص‌های ضد افسردگی که مصرف می‌کرد عنوان شد و گفته شد در منزلش وصیت‌نامه‌ای برای دخترش گندم نوشته و طلب حلالیت کرده. همسر آزاده هم بعد از مراسم 40 عنوان کرد که مدام مورد بازجویی بودن و گذرنامه‌هاشون ضبط شده بود و ممنوع الخروج بودن. خلاصه یه موج جدید راه افتاد و کسایی که تا دیروز قضاوتش می‌کردن حالا براش پست‌های احساسی می‌ذاشتن. اما دیگه دیر بود. آزاده نامداری فقط یه مجری نبود، یه آدم بود پر از زخم با انتخاب‌ها و فشارهایی که ما از بیرون ندیدیم. آقای شجاعی مهر در برنامه‌ای میگه خوب، گل، نازنین، مثل دختر خودم بود. همیشه میگفتم مثل ندای منی. آزاده نامداری مثل دخترم بود، برام مثل ندا بود. بسیار خانم خوبی بود، خودش دختر عاقلی بود. شاید بد آورد یا قسمتش بد پیش رفت. این آدم با این روحیه‌ای که قبلا داشت اصلاً آدم خودکشی نبود. برای ازدواج با آزاده نامداری رقابت زیاد بود. همه دوستش داشتن و اگر خودشون متأهل بودن برای اقوامشون در نظر می گرفتن. چون خانم نامداری خوشقد و بالا و خوش سیما و خوشرو بود. و اما آزاده از این دنیا رفت و برامون یه سوال گذاشت. اگه باهاش مهربون تر بودیم زنده میموند؟ این ویدیو شاید ادای احترام باشه و شاید یه اعتراف که ما تو دنیای مجازی خیلی زود قضاوت میکنیم و خیلی هم زود پشیمون میشیم. آزاده نامداری شاید اشتباهاتی داشت مثل همه آدم ها، ولی فرقش این بود که زیر ذره‌بین بود. دخترش روزی بزرگ میشه و تو گوگل اسم مادرش رو سرچ میکنه. امیدواریم اون روز چیزهای خوبی رو ببینه، نه توهین‌ها و قضاوت‌هایی که مردم راجع بهش داشتن. نظر شما راجع به این موضوعات چیه؟ شما هم با اجراهای خانم نامداری خاطره‌ای دارید و اجراهاشو دوست داشتید؟ نظرتون رو برامون توی کامنت ها بنویسید. روح آزاده عزیز شاد و یادش گرامی. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. یادتون نره کانال از آن شماست. پس با لایک و سابسکرایب همراهمون باشید و با زدن زنگوله از آخرین حواشی روز با خبر بشید.